درود به شما دوستان و همراهان کانال نکتاب. امروز قسمت دوم داستان سفر به آینده را برای شما بازگو میکنم. همانطور که در قسمت اول قصه کردیم، پاول دیناخ سال 1921 به کاما رفت و روح او سال 3906 در جسم یک پروفسور در آینده به مدت 1 سال زندگی کرد و پس از 1 سال به جسم خود برگشت و خاطرات و اطلاعاتی را که آنجا دریافت کرده بود را به صورت یک کتاب نوشت. هرچند 500 صفحه کتابش اجازت نامه برای چاپ و نشر نگرفت، ولی در 350 صفحه چاپ شده اطلاعات جالبی را از زندگی انسان تا سال 3906 بازگو کرد. او در کتاب خود میگوید که در سال 2000 تا 2300 خیلی از مشکلات انسان ها حل می شود. مثلا موضوع افزایش جمعیت کره زمین راه حل خود را می‌یابد و همچنین برای پیشگیری گرمشوی هوا که تغییرات زیادی را روی کره زمین به وجود می‌آورد، چاره‌های پیشگیری یافت می‌شود. قحطی و خشکسالی در مناطق مختلف زمین با کمک کشورهای گوناگون از بین می‌رود. علم پیشرفت زیادی خواهد کرد تا آنجایی که انسان‌ها می‌توانند از انرژی مغناطیسی برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین استفاده کنند و با استفاده از این تکنولوژی انسان‌ها می‌توانند پرواز کنند. همچنین انسان‌ها به قدرت اصلی درونشان آگاه شده از جهت معنوی بیدار می‌شوند. علم تا جایی پیشرفت می‌کند که دانشمندان قدرت پیدا می‌کنند از روح و انرژی درونی آدمان عکس گیرند و این تکنولوژی به انسان امکان می‌دهد که تواند ارواح را ببیند و تواند با آنها رابطه برقرار کند، تا جایی که هر شخص می‌تواند با این تکنولوژی روح نزدیکانش را که فوتیدند را ببیند و با آنها رابطه داشته باشد. به این تکنولوژی تغییریابی کانال ذهنی گفته می‌شود. انسان‌ها دیگر وقت خود را با کار کردن نمی‌گذرانند و فقط در طول عمرشان 2 سال کار میکنند و باقی مانده عمر را صرف خودشناسی، پیشرفت‌های معنوی و محبت به یکدیگر میکنند. پول‌ها دیگر به شکل حاضره نخواهند بود. بیشتر جمعیت زمین گیاهان را استعمال میکنند و تعداد انسان‌های گوشتخوار خیلی کم میشود. خیلی از انسان‌ها در سال 2204 زمین را ترک میکنند و برای زندگی به پلنت مارس میروند. و در سال 2265 یعنی 61 سال پس از مهاجرت انسان به مارس در یک حادثه طبیعی تمام انسان‌هایی که آنجا زندگی می‌کردند جان خود را از دست می‌دهند و پس از آن انسان‌ها دیگر تلاش برای رفتن به مارس را نخواهند کرد. پاول در کتاب خود نوشته است که در سال 2300 تا 2400 آرامش از انسان‌های روی زمین دوباره گرفته می‌شود. سال 2309 جنگ جهانی بزرگ صورت می‌گیرد که باعث نابودی نصف جمعیت کره زمین می‌گردد. سال 2396 حکومت مرکزی و یگانه در جهان برقرار می‌شود و مردم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند و با برکت این حکومت یگانه دیگر جنگ صورت نخواهد گرفت. مسئولین این حکومت انسان‌های دانشمند هستند که از لحاظ علمی به رتبه‌های بلند رسیده‌اند. این مسئولین توسط خود مردم انتخاب می‌شوند. بانک‌ها و بازارها چنانه که امروزه هست وجود نخواهد داشت. تمام انسان‌ها در یک سطح زندگی می‌کنند و دیگر فقر و ثروت بین مردم معنایی نخواهد داشت. دارایی بین همه یک خیل تقسیم شده، ظلم و ستم در جهان ریشه‌کن می‌شود. رابطه با انسان‌های سیاره‌های دیگر برقرار می‌گردد و همه انسان‌ها از نتیجه این رابطه‌ها با خبر خواهند شد. از سال 2400 تا 2600 سیاست جهان سیاست زیبایی خواهد شد و تمام انسان‌ها در صلح و آرامش در روی کره زمین زندگی خواهند کرد. از سال 2600 تا 3400 انسان‌ها قدرت تلپاتی بلند خواهند داشت و برای صحبت کردن دیگر نیازی به سخن گفتن ندارند و از طریق خواندن فکر یکدیگر با هم رابطه برقرار می‌کنند. در علم پزشکی پیشرفت‌های زیادی به وجود می‌آید و انسان‌ها برای درمان بیماریشان دیگر نیازی به دارو نخواهند داشت.
آنها توسط قدرت‌های درونی خود و یا قدرت‌های درونی اطرافیان بیماری خود را شفا می‌بخشند. در سال 3382 انسان به یک علم جدید دست می‌یابد که با جهت‌های دیگر جهانی هستی می‌تواند رابطه برقرار کند. چون این انسان‌ها تعدادشان زیاد است و مردم آنها را هاماناس نام می‌برند. این دوره را دوره طلایی تاریخ بشریت نام می‌برند. جمعیت کره زمین به 1 میلیارد می‌رسد و تمام انسان‌ها با هماهنگی و دوستی زندگی می‌کنند. در جهان یگان چیز شخصی نیست و همه می‌تواند به طور یکخیله از تمام امکانات استفاده برد. در این دوره طلایی هیچ گناه و جنایتی صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل هیچ دادگاهی برگزار نمی‌شود. در این دوره انسانی قدرتمند به کسانی میگویند که از جهت انسانیت و معنویت به درجه بلند رسیده باشند. همه انسان‌ها در بهبودی و آرامی زندگی می‌کنند و هیچ کس برای بی‌خانگی، بی‌ماشینی یا گرسنگی فکر هم نخواهد کرد. در این دوره طلایی همه انسان‌ها گیاه استعمال می‌کنند و هیچ کس از گوشت یا ماهی خوراک تیار نمی‌کند. به همین سبب هیچ حیوانی هم کشته نمی‌شود. انسان‌ها برای سفر کردن به منطقه‌های دیگر به مثل ما نیاز به نقلیات ندارند، بلکه با استفاده از تکنولوژی‌های نو در یک لحظه از یک نقطه به نقطه دیگر سفر می‌کنند. این تکنولوژی نو را انسان‌ها از موجودات سیاره‌های دیگر آموخته‌اند. از طرف دولت هیچ مانع‌ها یا کارهای پنهانی صورت نمی‌گیرد و انسان‌ها به هر چی دانستن خواهند دست می‌یابند. آنها با قدرت تلپاتی بلند خود می‌توانند فکر، احساس و قدرت‌های شخصی یکدیگر را بشناسند و با همین راه با آنها صحبت کنند. معنای موفقیت تغییر می‌یابد و دیگر مردم موفقیت را در رسیدن به پول و مال نمی‌دانند، بلکه موفقیت را در پیشرفت معنوی و انسانیت می‌بینند. این روند زندگی انسان تا سال 3906 که پاول دیناخ در آن 1 سال زندگی کرد ادامه داشت. پاول در کتاب خود به مسائل بسیار اشاره کرده است و بجز مطالبی که در این ویدیو گفته شد، مطالب مهم دیگری بود که متاسفانه از طرف دولت اجازه چاپ کردن آن داده نشده است. تمام این گفته ها قسمتی کوچکی از کتاب 350 صفحه‌ای پاول دیناخ می باشد. ولی در آن 500 صحیفه دیگر چی گفته شده بود که در دوره‌های مختلف زمان و دولت‌های مختلف و افراد صاحب قدرت از چاپ و نشر آن می‌ترسیدند. به نظر شما چه اطلاعات دیگری در آن 500 صحیفه وجود داشت که باور مردم را تغییر می‌داد و باعث به وجود آمدن جنگ و خونریزی می‌شد؟ نظر خود را نویسید و این ویدیو را برای دوستان دیگرتان فرستید.